سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود و من عبدالله اشرف هستم همراه شما. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز دوشنبه 11 می. همه به خزینه کووید 19. مفتی تاجیکستان از ساکنان دعوت کرد پول فطری روزهشان را به خزینه مبارزه با کووید 19 گذرانند. خیر کردیم و بلا خریدیم. با اشاره به ازدحام بی‌نظم، صاحبکاران خیرخواه تاجیک را در شهر سنت پتربورگ 5 میلیون روبل جریمه کرده و بازارشان را هم بستند. فروش آرد با نرخ نسبتاً ارزان در شهر کولاب تاجیکستان نوبت‌پایی دراز خریداران را به وجود آورد. برای همین ارزانیش همجا ایستادیم که مقصد آدمای بودکدار یک تینون با سنترک میشه خوبه. برنامه را با خبر از تاجیکستان آغاز میکنیم. مفتی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده از مسلمانان کشور دعوت کرد که مبلغ فطری روزه را نه به مسئولین مسجدها بلکه به صورت حساب مخصوص صندوق مبارزه با بیماری کووید 19 انتقال بدهند. سید مکرم عبدالقادرزاده در مراجعت به مسلمانان کشور گفت که پرداخت مبلغ فطر روزه برای مبارزه با پاندمی قرض هر یک مسلمان کشور است. او از امام خطیبان مسجدهای کشور دعوت کرد تا به مسلمانان ترتیب انتقال مبلغ زکات و فطر روزه را به صورت حساب صندوق مبارزه با کووید 19 فهمانند. موافق قرار شورای علما، صدقه فطر امسال 5 سومانی برای یک نفر معین کرده شده است. یک گروه از تاجیکانی که معرکه خیریه‌ای رسانیدن کمک‌های غذایی را در نزد بازار سنه شهر سنت پتربورگ تشکیل کرده بودند 5 میلیون روبل جریمه شدند. تشکیل کنندگان این اقدام خیریه میگویند مهاجرانی که برای گرفتن کمک آمده بودند ترتیبات را ویران کرده برخلاف معیار مسافه اجتماعی با هم جفت شده هنگام گرفتن کمک‌ها طیله‌دهی به وجود آوردند. در این اقدام خیریه روز 10 می در این شهر بیش از 500 مهاجر کره تاجیک از کمک ها برخوردار شدند، اما مقامات شهر سنت پتربورگ تشکیل کنندگان این اقدام را با ویران کردن معیار گوشه‌نشینی عیبدار نموده بازار سنه را بستند. تشبسکاران اقدام خیریه بر رادیو آزادی گفتند بی‌ترتیبی و بی‌صبری مهاجران باعث شد که حدود 1000 نفر دیگر که در بازار کار می‌کردند بیکار ماندند و هم به خود آنها جریمه 5 میلیون روبلی تهدید می‌کند. قرار است امروز مرافعه دادگاهی خیرخواهان در شهر سنت پتربورگ دایر شود. در جریان دو اقدام خیریه این گروه در شهر سنت پتربورگ حدود 2000 مهاجران بسته‌های خوراکواری نیاز اول را رایگان دریافت کردند. تقسیم کمک‌های خیریه در حالی است که پس از اعلان کرانتین هزاران مهاجر در روسیه بیکار مانده دستنگر شدند. اگر در شهر سنت پتربورگ تقسیم خلطه‌های خوراکواری رایگان ازدحام مهاجران را به بار آورد، در شهر کولاب جنوب تاجیکستان نیز حادثه مشابه به این رخ داد. نرخ یک خلطه آرد در این شهر تا به 270 سومانی گران شد و فروش آرد در نزد یک کارخانه با نرخ نسبتاً ارزان 225 سومانی باعث به وجود آمدن نوبت‌پایی دراز شد. 10 نفر برای خرید آرد ارزان نوبت‌پایی کردند که از نظر امنیت تندرستی در شب و روز گسترش کرونا ویروس چندان بی خطر نیست. گزارش محمود جان رحمتزاده از شهر کولاب. فروش آرد نسبتاً ارزان در این شب و روز ساکنان بخصوص کمبیزوات شهر کولاب را به پای نوبت‌پایی طولانی در نزد کارخانه کارکرد آرد این شهر کشانده است. نرخ یک خلطه آرد نو یکم در این کارخانه با قیمت 225 سومانی فروخته می شود، در حالی که در بازارهای شهر و منطقه یک خلطه آرد همسان تا 270 سومانی بالا رفته است. مرضیه رجبова ساکن شهر کولاب در بازار این شهر سبزیجات می فروشد و با سبب بسته بودن بازار حالا بیکار و از منبع درآمد محروم است. او از صبح بروقت در نوبت آرد ارزان خود را نامنویس کرده است و با پول از فطری روزه همسایه برایش خیر کرده میخواهد آرد خرد. 15-20 خیر خدا را شکر که همی برای همین ارزانیش همجا ایستادیم که مقصد آدمای بودکدار یک تینون با سنترک میشه خوبه. را پولیش هم همش و ای با نازی مغازین در پرسیم 265 ممی آرده. کارخانه آرد شهر کولاب زیرتابع اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است. تا بالا رفتن نرخ آرد در کولاب با آرد این کارخانه ساکنان چندان توجه نداشتند.
حالا ارد ارزان این کارخانه را در یک روز به هر نفری نوبت پویده یک خلطه بیشتر نمیفروشند. صفاتش سوزه خود خوبه نه کامل امکانات باشد تست ببرونده همین خلق جواب شود نمی کارناویروس بروماگه مثال چی میشود خلق با جمع بشه ایش بایش گفتی گپ خدا کو نشود هیچ کا. کارخانه ارد شهر کلوب گندم را از جمهوری قزاقستان طریق واگن‌های قطار وارد کلوب میکند. با گفته مسئولین کارخانه آنها در یک شبانه روز 90 تن ارد استحصال کرده به منطقه ها روان میکنند تا مردم از ارد تازه استحصال شده و ارزان خریداری کنند. تأمین ارد از سوی این کارخانه با هدف تنظیم نرخ ارد در بازار است، زیرا برای ساکنان فعلا صفت ارد چندان مهم نیست، مهم نرخ ارزان است. من نمیتونم که الان مغازه بگیرم برم، یکی ارزانه من ارزانش میگیرم میرم میست 10 منوت فرق ندارم. نون شوا شیلوغی هر 4 تا کی سفید زود نون نریزه شید میگیریش میره نخری. کارخانه ارد کلوب قسم‌های حربی منطقه را نیز با ارد ارزان تأمین میکند. ساکنان در حال به ارد ارزان کارخانه کلوب رو آوردند که دادستان شهر کلوب سال 2017 علیه رهبر این کارخانه با اتهام فریب مشتری‌ها پرونده جنایی باز کرده بود. مقامات گفته بود که هنگام تفتیش 1200 خلطه یا بیش از 65 تن ارد مهلت استعمالش گذشته را آشکار و مصادره نموده بودند. هفته گذشته بیننده ارجمند ما درباره حادثه غیر عادی در ناحیه رشت گزارش داده بودیم که سردختور بیمارخانه از داروخانه بیتاری دارو خریده خود را از بیماری التهاب شش تبابت کرده است. طور معلوم شد تبابت آدمان با دارو از التهاب شش و یا پنیمونیای بزها در رشت هنوز ادامه دارد و گفته می شود موفق هم هست. همکارم میرزا نبی خالقزاد موضوع را ادامه می دهد. قابل جان گیویف سردختر بیمارخانه مرکزی ناحیه رشت از عالمان و پژوهشگران دعوت دارد ترکیب داروی پنیمونی بزها را سنجند. وی ادعا دارد وضع سلامتی چندی از بیماران که از پنیمونی رنج می بردند پس از استفاده همین دارو رو به بهبودی نهاده است. من توصیه دادم که استفاده کردن بسیار داروی نقض یوردان کرده است خوبه. اما شعبه بیماری سیرویتی 12-13 نفره که حالت وزین بودن پنیمونیای وزین بودن 3 نفر در دستگاه نفس تنی بود ای حالت برو اومدن بعد گذراندن دارو. عالما آموخته تیزترک هرچی در توصیه دادن در کور که استفاده کنن مردم خوب شود. رادیو آزادی چند روز قبل درباره شفا یافتن او از التهاب شش با استفاده از همین دارو خبر داده بود. گیویف روز 11 می در صحبت با رادیو آزادی گفت سلامتی چند نفر دیگر بعد استفاده از این دارو بهبود یافته است. در همین حال یک همصحبت رادیو آزادی خبر داد که گیویف اخیراً برای تبابت ملیسه‌های بیمار به گاسپیتال دعوت شده است. خودی گیویف در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تصدیق و یا رد نکرد و نخواست در این باره صحبت کند. وی تنها از این دارو به تکرار ستایش کرد که می تواند بیماران را شفا بخشد. رادیو آزادی به دلیل آنکه فایده این دارو اثبات نشده است از نشر نام آن خودداری می‌ورزد. دارویی که از آن گیویف استفاده کرده است در هلند استحصال شده و برای دوای بیماری‌های راه‌های نفس چاروای کلان و خرد استفاده می‌شود و در ترکیبش استرپتامیتسین دارد. این دارو در فهرست سازمان جهانی تندرستی ثبت شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در این باره اطلاعی ندارد و برای معالجه از کووید 19 دستورالعمل مخصوص آماده کرده است که طبیبان باید بر پایه آن عمل کنند. اکرام عمرزاده معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از مقام آزاد شده سردار سرمرکز اطلاعاتی و تحلیلی وزارت کارهای داخلی تعیین گردیده است. در این باره 11 می قرار حکومت صادر شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید به جای عمرزاده به مقام معاون وزیر کارهای داخلی ناظم ابراهیم زاده آمده است. تفصیلات این خبر را بیننده ارجمند در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید یابید و هم فردا در نوید بامدادی تماشا کنید. بیننده عزیز، اینجا وقتی برنامه اخبار آزادی به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. فردا صبح شما را با خبرهای نو تازه در نوید بامدادی منتظریم. تا اون دم خدا نگهدار شما.